بسم الله الرحمن الرحیم. توقف کردیم در مسئله چهارم. شیخ گفتن الرابعة الصبر على الاذى فيه. مسئله چهارم صبر کردن بر اذیت هایی که در راه علم انسان میبیند، در راه دعوت میبیند. باید صبر کند. راه دعوت راه گلزار نیست، خارها دارد. داعی باید صبر کند. اکثریت مردم اجابت نمیکند. این حق است. اکثریت مردم اجابت نمیکنند. اگر میکردن پیامبران رو میکردن. باید داعی آماده باشد، در ذهنش این چیز باشد که اکثریت مردم اجابت نمیکنند. اکثریت مردم در گمراهی هستند. اکثریت در مذمت شده است، تعریف شده نیست یا ممدوح نیست. الله سبحانه و تعالی پیامبرش میگه که و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله. اگر اکثریت مردم رو پیروی کردی گمراه میکنن. اکثر کسانی که در زمین هستند اگر پیرو شما کردی، اطاعت شما کردی، گمراه میکنن. میگه از این فهمیده میشه اکثریت در گمراهی است. اکثریت مظلوم است در قرآن. اکثریت قبول نمیکنن. عدد خیلی کم است که قبول میکنن. باید داعی ناامید نشود، صابر باشد. اذیت میبیند، البته نه از اکثریت اذیت نمیبیند که اکثریت قبول نمیکنن، لیکن در بین اکثریت عددهای خیلی زیاد هم هست که اذیت میتن، با زبان، با دست و اسلوب‌های از راه زنی، از راه دعوت زدن، تحقیر کردن، تهمت زدن بسیار است. دشمن اسلام، شیطان‌های انسی بسیار است. دعوتگر را از راه در این راه اذیت میتن. در راه دعوت باید انسان صبر کنند، دعوتگر صبر کنند. و صبر سه نوع میشود گفتیم. یکم نمازی کردیم، صبر کردن بر طاعت الله سبحانه و تعالی. صبر کردن دیم نوع صبر کردن از معصیت ها. سیم نوع الصبر على اقدار الله المؤلمه. صبر کردن در مصیبت ها. این صبر مشهور است، معروف است، یعنی همه میدونن. غالبا همین صبر ذکر میشه وقتی مصیبت ها بلاها میاد. میگه صبر کن. انسان درد میکنه، انسان علم میکنه، سوزش داره. وقتی مصیبت در سر انسان میاد صبر کنه. لیکن کدومش بهتر است از همین سه صبر؟ صبر کردن در طاعت ها، صبر کردن در ترک معصیت ها، صبر کردن در مصیبت ها، کدومش بهتر است؟ اجر زیاد داره. علما گفتن همونه که در طاعت صبر میکنه. در طاعت صبر کردن اجر خیلی زیاد داره. اجر بزرگ است از صبر کردن در معصیت ها و مصیبت ها. برای چی؟ برای که شما طاعت الله انجام میدید، نماز میخونید، روزه میگیرید، زکات میدید، حج میکنید، جهاد میکنید، طاعت ها را میکنید. طاعت اشرفتر است، اجر زیادتر است از چی؟ از ترک معصیت. ترک معصیت یگون عملی نیست و غیر از اینکه ترک میکنی، یگون فقط صبر که ترکش که تموم. لیکن در طاعت میکنی، میخیزی، انجام میدی، ادا میکنی فرمان الله سبحانه و تعالی را. اینش اجر زیاده. اما معصیت چی؟ ترک کردن معصیت فقط طبقه نفس طبقه. اما صبر از در مصیبت ها، خواهی نخواهی مصیبت در سر دوم دیگر یگان علاج نیست غیر از صبر. صبر کن. صبر کردی اجرش میگیری، نکردی از دست میدی اجر صبر. بنابراین گفتن اجر کردن، صبر کردن در طاعت الله سبحانه و تعالی اجرش زیادتره. فهمیدی؟ سه نوع میشه. الرابعة الصبر العظيم والدليل قوله تعالى
و دلیل ببینید از خاصیت های شیخ محمد مجدد امام این است که یعنی از ممیزاتش، از خاصیتش، از چیزایی که خوب است در کتابش دلیل ها را ذکر میکنه. در هر مسئله دلیل، در همه کتابش دلیل است، در همه کتابش دلیل ذکر میکنه، نه مختصرش نه مطولش، همش دلیل. برای چی دلیل؟ فایده های دلیل ذکر کردن در چیه؟ فایده های دانستن دلیل در چی است؟ یعنی چه فایده دارد دانستن دلیل؟ گفتن سه فایده دارد دانستن دلیل. دانستن دلیل برای انسان حجت است، برهان است در نزد الله سبحانه و تعالی. انسان همچون حجت، همچون برهان یعنی در دست داره در نزد الله سبحانه و تعالی، حجت داره، برهان داره. وقتی یک عبادت انجام میده دلیل داره. این یک فایدهش، مجرد تقلید نیست، ندونستن دلیل داره. در این فایدهش گفتن که الله عبادت میکنه با بصیرت، یعبد الله علی بصیره. یکمش یکون له عند الله حجه و برهان. دویمش در این فایدهش یعبد الله علی بصیره، الله عبادت میکنه با بصیرت، با علم، مطمئن است. مطمئن است وقتی انسان با دلیل عبادت میکنه الله سبحانه و تعالی. لیکن نمیگیم که باید عامی انسانی که طالب علم نیست، عالم نیست، باید هر مسئله که انجام میده دلیلش بدونه. نه، چیز ضرور نیست، لازم نیست. دونست خوب، ندونست عزیمه ساقط است. دلیل دونستن برای مجتهد است، حتی برای طالب علم لازم نیست در بدایت. یعنی در این فایدهش عبادت میکنه الله با علم. سوم فایده دلیل دونستن اینکه یقنع من یخاطبه و یدعوه، کسی را که خطاب میکنه، دعوت میکنه، اقناعش میکنه، قانع میشه شنونده. یعنی کسی که خطاب شده است، یک مسئله رو بیان کردی، دلیلش ذکر کردی، همون خطاب شونده، کسی که خطابش داری قانع میشه، کسی را که دعوت داری قانع میشه. بنابراین شیخ در همین اصل‌های سگانه دلیل را ذکر میکنه، در قواعد اربعه دلیل ذکر میکنه، در یعنی تقریبا کتابی نمیگه که دلیل ذکر نکنه از کتابهاش. و الدلیل قوله تعالی، الدلیل قوله تعالی، دلیل قول الله سبحانه و تعالی. در چی دلیل؟ در همین چهار مسئله که ذکر کرد و واجب است تعلیم گرفتنش. چی دلیل داری یا شیخ؟ میگه بگیر دلیل. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله بخشنده مهربان. والعصر، واوی قسم است. والعصر واوی چی است؟ واوی قسم. العصر گفته شد این عصر 100 سال، قرن، یک قرن، یک عصر. و گفته شد که دهر است، زمان. عصر زمان، دهر. و گفته شد از نماز عصر تا شام، وقتی عصر یعنی. و گفته شد نماز عصر همش دلالت به چی میکنه؟ زمان میکنه آخی. و گفته شد عمر انسان، عصر عمر انسان یعنی 70 سال، 60-70 سال غالب عمر انسان. همش زمان های خلاصه قسم خودش الله سبحانه به زمان. از این فهمیده میشه زمان اهمیت زیادی داره. برای چی؟ چه خیل؟ برای اینکه الله سبحانه و تعالی به چیزی قسم نمیخوره مگر همون چیز بزرگ است، اهمیت زیاد داره، چیزی با اهمیتی است، چیزی بزرگی است. زمان چیزی بینهایت اهمیت داره. نشود که انسان وقتشه، لحظه هاشه، ساعت هاشه حیف کنه، ضایع کنه. والعصر، قسم خوردن الله سبحانه و تعالی عصر.
واو واوی قسم است. این الانسان لفی خسر. بعد از اینکه به عصر قسم خوردن با تأکید کردن این نقطه. اهل بلاغه میگه که همین این ذکر شوه پیش از جمله این تأکید است. گفتم اصل در تأکید تکرار جمله است. همین این عوض است از تکرار. یعنی اصل تکرار این گونه است. الانسان فی خسر، الانسان فی الخسر، انسان در خسارت است، انسان در خسارت است. همین تکرار که نشود، از برای که تکرار نشود تأکید همون این را آورده شد در جای تکرار جمله میشه. عوض از تکرار جمله دبر. یعنی در لغت عرب اسلوب عرب همین است. اسلوب دیگر زبان‌ها همین است که دیگر زبان‌ها یک چیز اگر خواستی که تأکید کنی تکرار میکنی. فلانی اومد، فلانی اومد، تکرار شد، تأکیده. انا این چون در زبان عرب همین خیلی است. لیکن از برای که همون جمله را تکرار نشود این گفته شد در اول جمله این الانسان لفی خسر. تأکید دیم تاکیده. الانسان، این الانسان، انسان کی است؟ یک انسان، دو انسانه. الانسان الف لام گفتن للاستغراق. استغراق یعنی استغرق طلب الغرق، یعنی همش در بر میاد. تعمیم همه انسان از زمان حضرت آدم، از آدم تا آخرین انسانی که در همین دنیا تولد میشه یا وفات میکنه همه در بر میگیره. خطاب برای انسان است لیکن جن هم در بر میگیره. این الانسان یعنی جن داخل نمیشه، داخل میشه. هر چیز خطابی که با انسان است در جن ها هم خطاب شده هستند. اونها هم مکلف هستند. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نآفریدم جن و انس مگر اینکه یگانه ما را عبادت کنند. اونها هم در خطاب داخل هستند. در یک چیز میخوام یک قاعده را به شما بگم. خطابی که برای انسان است جن هم است. خطابی که برای مرد است زنان کام داخل میشه. وقتی که میگه الرجل، میگه پیامبر صلی الله علیه و رجل میگه، معنی نداره که زن داخل میشه. زن هم داخل میشه مگر دلیل خاص بیا تخصیص کنه برای زنو. بگم زن برای زنه یا که زن برای مرد. مرد ممنوع است یا که برای زن است یا که زن ممنوع است. مرد اجازه است. دلیل خاص در کار، دلیل خارجی در کار. یا که از سیاق جمله میفهمی، از سیاق حدیث میفهمی که برای زنه، از سیاق حدیث میفهمی که برای مرد. این الانسان، با درست که تمام انسان ها، همه انسان ها، جن ها هم چه در چی هستند؟ لفی خسر. لام تأکید است در جواب قسم. سه تأکید شده اینجا. وی قسم و این و لام. برای چی سه تأکید شده؟ برای یک خبری بزرگی که این الانسان لفی خسر. انسان در خسارت است. انسانیت در خسارت است. الله سبحانه تأکید کرده انسانیت در خسارت است. الا الذين استثناء کرده. بعد از الا نجات یافتگیان هستند. پیش از الا هلاک شدگیان، بعد از الا نجات یافتگیان. گفتم علما نگاه کنید، بعد از الا نجات هست. الا الذين آمنوا، مگر کسانی که ایمان آوردند. الا الذين آمنوا، ایمان آوردند. این شیخ استدلال کرد یعنی سوره عصر در این چهار مسئله چه فهمیم؟ مسئله یکم ده الا الذين آمنوا، مگر کسانی که ایمان آوردند. ایمان آوردند در اینجا ایمان از ذکر کرده است، در بالا علم گفت. چگونه بفهمیم که این ایمان آوردن این چی است؟ این علم است در مقابل علم. دلیل برای علم، برای اینکه ایمان نمیشه مگر به علم. اول علم است بعد ایمان است. ایمانی به علم فایده نداره. الا الذين آمنوا، ایمان آوردن.
ایمان آوردن چه خیلی ایمان آوردن. اول فهمیدن، علم مختن، الله و رسولش شناختن، اسلام شناختن و ایمان آوردن. ایمانی به علم فایده نداره. ایمانی به علم فایده نداره. برای همین دلیل در مسئله علم چی است؟ ایمان است. الا الذين امنوا، الا الذين، مگر کسانی که ایمان آوردن. یعنی تمام جن این در خسارت است مگر کسانی که ایمان آوردن. این چه است؟ مسئله علم. چه خیلی ایمان آورد؟ اول علم مخت، بعدا ایمان آورد. اگر ایمان رو بیارد بدون علم، این چه است؟ این منافق است. در ظاهر اسلام که است که منافق است. الا الذين امنوا، از این فهمیده میشه الا الذين امنوا پیش از ایمان آوردن علم میگذره. اول باید علم باشه. اگر بدون علم، یعنی بدون علم ایمان آوردن فایده نداره. ایمان به علم از جهت علم نباشه، از روی فهم نباشه، فایده نداره. الا الذين امنوا، این در مسئله یکم برمیگرده. و عملوا الصالحات، عمل الصالح دلیل برای مسئله دوم، عملای صالح کردن. الثاني العمل به و تواصوا بالحق، این مسئله سیوم. الثالث الدعوة إليه و تواصوا بالحق، یعنی چی؟ به دعوت به حق و پیروی حق یکدیگرشون دعوت کردن. و تواصوا بال، تواصى يتواصى، تواصي مصدرش، تواصى امر، و تواصى تفاعل، از دو طرف می شود. یعنی یکدیگرشون وصا اوصا، این یک طرفه، یک کس وصیت کرد. زید وصا اوصا وصیت کرد. لیکن تواصى قوم یکدیگرشون توصیه کردن. با چی؟ بالحق، از دو طرف می تفاعل، از دو طرف میشه. و تواصوا بالحق، این مسئله سیم برمیگرده. مسئله چهارم در چه دلیل است؟ و تواصوا بالصبر، توصیه کردن، وصیت کردن یکدیگرشون به صبر، به صبر کردن. این دلیل برای مسئله چی؟ مسئله چهارم، و تواصوا بالصبر. در همین چهار مسئله شیخ چه کردن؟ از سوره عصر دلیل آوردن. الله اکبر. یک چیز دیگر اهمیت داده میشه در مصنفات شیخ، دقت. به نهایت با دقت است. کلمه با کلمه با دقت میشه. شکی نیست مجدد تهمتایی که در بالا گفتگی است از دروغ از امام‌های هست که دعوت به سوی حق کردگی است. شرک، بدعت، خرافات از بین بردگی. رحمه الله تعالی. و نیت نیکش، از علامت‌های نیت نیکش نشر یافتن کتاب باشه، قبول کردن دعوت باشه. حتی در همون زمانی که دعوت میکرد شیخ 150 سال پیش تقریبا، قبول کردن علما دعوتش، حق گفتن. از علمای اهل سنت قبول کردن، حق گفتن. همه از علما، مگر در چیز اعتراض کردن گفتن قتل و تکفیر. و این چیز شیخ حق بود. مشرک میگن، تکفیر کرد. قتل این چی هست؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم مشرکان را قتل میکرد. جهاد دنام میشه، جهاد دعوت و جهاد بچی بالقلم و سینه، بالقلم و شمشیر تیر. به این نمیشه. دعوت، نشر علم، الكتاب یهدی و السیف ايش ینصر. کتاب یهدی، کتاب هدایت میکنه. و هر کسی همه مردم هدایت قبول نمیکنه. حق قبول میکنه. و السیف ینصر، شمشیر نصرت میده کتابا. الكتاب یهدی و السیف ینصر. برای که وقتی دعوت کردن در بیندان داخل میشه، دعوت میکنی، قبول میکنه. یک نفر، دو نفر، سه نفر، جایی در میشه که شمشیر میکشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گناه کرده است. اینا چی میگن؟ شمشیر کشی، نشر دین، نشر علم با طریق شمشیر. لیکن مجبور کردن نمیشه کسی. مجبور کردن نمیشه در چیز، در قبول کردن. بلکه این شمشیر حمایت کننده دعوت است.
نه اینکه اجبار کننده. شمشیر کشیده میشه برای حمایت کنه دعوت، چقدر نشوند دعوتگران، نه اینکه اجبار کرده شو انسان ها در قبول کردن. کسی اجبار کرده نمیشه در قبول دین. لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین نفی اومدگیه، لیکن معناش لا تکره فی الدین نهی است. اکراه نکنید در دین. لا اکراه فی الدین قد تبین رشد من الغی. هدایت، حق از باطل، گمراهی واضح شدگیه، جدا شدگیه. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. کسی میخواد ایمان بیاره و کسی میخواد کافر شود، لیکن در اینجا بعید است، تهدید است. کسی میخواد ایمان بیاره، کسی میخواد کافر، اختیاری نیست. این بعضی خطا چیز میکنن، ترجمه میکنن، تفسیر میکنن. کسی بخواد ایمان بیاره، کسی میخواد ایمان بیاره، کسی میخواد کافر شود، یعنی تهدید است. کافر شود بعد میبینی عاقبت. مثل اینکه پدر به پسرش میگه که فلان کار کرده است، کاری که معنیش کرد نک میگه میکنه، پسرش میگه که کردم بگی، کردم بگی، یعنی کردم بگی کافر بشه؟ نه، با این معنی کردم بگی بعد میبینی عذاب. یعنی معنی که نک کافر نشو، ایمان بیار، اطاعت بکن، فرزند شو. میگه وقتی تهدید است. بعضی غلط میفهمن چیزا. الله سبحانه و تعالی اختیار داده نیست کفر ورزنده، ابدا اختیار میداد عذاب بکن، ابدا. بنابراین بعضی‌ها تفسیر میکنن، ترجمه میکنن، غلط میکنن. بله، اجبار کردن نمیشود، کسی در دین اجبار نمیشود. مجبوری کلمه را بگو. اهل ذمه باشه، از اهل کتاب باشه، جزیه میسپاره. اگر ایمان نیاورد جزیه میسپاره. الشيخ گفتن قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. امام شافعی، امام مذهب شافعی ها، تولدش در سال 150 هجری، 150 هجری امام مالک وفات کردگیه. سالی که امام مالک وفات کرد، امام شافعی تولد شد. سال 204 هجری وفات کرد. قال الشافعي رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، گفت امام شافعی رحمت کرد او، رحمت کرد الله تعالی او رو. 150 گفتیم تولد شده است، 150 هجری، 204 وفات کردن. 50 چند سال عمر دیدن؟ 54 سال. در 54 سال امام مذهب شدن. یعنی دعوت نکرده به مذهب، نگفته که مذهب من است، تأسیس نکرده. یگان امامی از امام ها تأسیس کردگی نیست مذهبش، بلکه شاگرداشون تدوین کردن، فتواهاشون نشر کردن، علمشون همین گونه نشر شده. نمیشه مذهب زیاد بودن، علما زیاد بودن، علمای مجتهد مطلق. 150 هجری دا امام مالک گفتیم، امام مالک نه، امام مالک نه، امام ابو حنیفه. امام ابو حنیفه 150 دا وفات کرد، یعنی سبق لیسان شد، اشتباه شد. امام مالک نه، بلکه امام ابو حنیفه در 150 هجری وفات کردن. همون سال امام شافعی تولد شد، سالی که امام ابو حنیفه وفات کردن. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. قول امام شافعی، امام مجدد محمد بن سلیمان التمیمی گفته
اگر الله سبحانه و تعالی نازل نمیکرد حجت بر خلقش مگر همین سوره عصر کفایه میکرد. همین یعنی حجت قایم میشید بر خلق. کفایه میکرد بر چی؟ قایم شدن حجت، نه فهمیدن شریعت. فهمیدن شریعت اسلام فهمیدنش نه، بس در سوره عصر فهمیده نمیشه کامل شریعت، بلکه قایم شدن حجت بر آنها و دعوت کردن، ترغیب کردن به علم و عمل. در این دو مسئله یعنی همین سوره عصر کفایه میکرد در چی؟ در ترغیب کردن به علم و مختار و عمل کردن و قیم حجت شدن. علم و عمل و قیم حجت، در همین چیز کفایه میکرد. در مصنفات شیخ ملاحظه کرده میشد از قرآن سنت دلیل است و از اقوال سلف، چون در کتاب توحید می‌بینید از اقوال سلف ذکر میکند شیخ، و گاهی از ابن تیمیه، ابن القیم ذکر میکند. یگان جای پیش هیچ اومدگی نیست. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بعد از نقل کلام امام الشافعي ذکر کردن قول امام بخاری را. قال البخاري، بخاری نسبت هست به بخارا، شهر بخارا. محمد بن اسماعیل بخاری، محمد است نامش. بخاری چگونه که میدونید از بخارا است. سال 194 هجری تولد شدگی، 256 وفات کردگی. 194 256. امام بخاری گفتن الله رحمت کنه او را، باب گفتن در صحیح بخاری. سپس گفتن العلم قبل القول والعمل. اول علم پیش از سخن گفتن و عمل کردن. العلم، علم میدونید، دانستن، پیش از سخن کردن قول و عمل کردن. پیش از سخن کردن و عمل کردن. و دلیل قوله تعالی، دلیل در همین مسئله امام بخاری بینید با چه دقت استدلال میکنه. و این چون امام محمد، همش محمد است سبحان الله، محمد عبد الوهاب، محمد بن اسماعیل بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری. امام شافعی محمد نام داره. عجیب است. بسیار است از در بین علما آن محمد ابن ادریس الشافعی، محمد ابن اسماعیل بخاری، محمد ابن عبد الوهاب نجدی، همشون دعوت دارن به دین محمد ابن عبدالله
بن عبد المطلب هاشمی دعوا دارن. الله اینا را رحمت کنه برای دعوت های کردگیشون، نشر علم کردنشون. اللهم صل و سلم و صلوات و سلام به پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى. امام بخاری گفتن باب العلم قبل القول والعمل، علم پیش از قول و عمل. و الدلیل قوله تعالی، دلیل در این مسئله، در کدام مسئله؟ علم پیش از سخن گفتن و عمل کردن. بینید فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک. فعلم یک مسئله دیگر. برای چی در اینجا شیخ بسم الله نگفتن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نگفتن پیش از این آیات خوندن؟ یا اینکه امام بخاری عموما امام بخاری نگفتن؟ میدونید برای چی؟ برای اینکه در وقت استشهاد استدلال کردن یعنی طلب محل شاهد ذکر کردن از آیات، استدلال کردن از آیات، در این حالت بسم الله گفته نمیشه و الاستعاذه گفته نمیشه. بسمله و الاستعاذه پیش از در وقت استدلال کردن گفته نمیشه و خطا میکنند بسیار کسانی که وقتی که یگان آیات استدلال میکنند در خطاب ها، در موعظه ها، در امر معروف یا مراجعت کردن، بعد چی میگن؟ الله سبحانه و تعالی فرمود بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نه، این لازم نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم استدلال میکرد از آیات ها، لیکن وارد دیگه نیست که الاستعاذه گفته باشد یا بسمله گفته باشد، بسم الله گفته باشد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته باشد. نیست هیچ چیز. این چیز پنج دیگه است، خیلی پنج دیگه خطا است در بین طالب علم ها، در بین داعی ها، خطیب ها، خیلی همین چیز پنج دیگه و کسی هم تنبیه نمیده و یکی دیگری را تقلید میکنه در همین چیز. هممون در همین خطا غلطی دیم، طالب علم و غیر طالب علم همه. در این چیز الاستعاذه گفته نمیشه. در کجا الاستعاذه گفته میشه؟ در وقت تلاوت کردن. با نیت تلاوت گرفتی قرآن باز کردی، بخون بسم الله میگوی. اول اینکه اول سوره سر کردی بسم الله بگو. در بین الاستعاذه، از بین سوره استعاذه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقتی تلاوت ده، اما محل استشهاد ده، محل استدلال ده نه. استدلال کردنی الاستعاذه نخون، ورش دیگه نیست، بلکه عکس این ورش دیگه. پیامبر صلی الله علیه و آله استدلال میکرد، الاستعاذه نمیگفت، صحابه ذکر نکردن. بنابراین این چیزا ترک کنید، این خطا است. کسی نمیدونست اکنون این فایده را بگیرد بس کنه. این خطا بین زیاد تکرار میشه بین طالب علم همش تقریبا. خیلی طالب علم کم پیدا میشه که این چیزا همش همین استدلال کردن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از اول سوره باشه باکی نداره. اول سوره اگر که شروع کرد خوندن بسم الله گفت، لیکن در محل استدلال کردن اصلا نمیخونن، بسمله و الاستعاذه نمیخونن. امام بخاری چی گفتن؟ فعلا بدون. امام بخاری یعنی آیات الله سبحانه گفتن، آیات چی استدلال کردن. الله سبحانه و تعالی گفتن قوله تعالی، قول الله سبحانه و تعالی فعلا بدون علم، علمی ایچ یقینی، انه بدرستی که
الله سبحانه وتعالى لا بدرسي لا إله ضمير الشأن است أنه ضمير الشأن است بدون بدرسي لا إله نیست معبود حق بر حق إلا الله مگر الله سبحانه وتعالى نیست معبود سزاواری عبادت باشد مستحق عبادت باشد مگر الله سبحانه وتعالى انمی چی است؟ انمی علم است فاعلم انه لا اله الا الله انمی علم است واستغفر لذنبك طلب مغفرت کن و طلب مغفرت کن برای گناهات واستغفر لذنبك طلب مغفرت برای چی؟ برای گناهات شیخ میگه که امام بخاری فبدأ بالعلم پس ابتدا کرد شروع کرد به علم یعنی الله سبحانه شروع کرد به علم قبل القول والعمل پیش از قول و عمل پیش از قول و عمل با علم شروع کرد علم چی است؟ فعلم انه لا اله الا یعنی بدون اول بدون لا اله الا الله بعد از اینکه دونستی الله سبحانه و تعالی یگانه است بعداً چیکار که عمل بکن واستغفر لذنبك میگه که فبدأ بالعلم قبل القول والعمل قول همین استغفار چی خیلی است قبل القول والعمل میگه اینجا دقت قبل القول والعمل پیش از قول و عمل اول علم گفت اگه ببینید که جدا اینجا قول و که جدا عمل خیلی فهمیدیم در مسئله فاعلم انه لا اله الا الله ایچ بوده علم بوده است در کجاست بعد از این قول و عمل استغفار چی بینه میشود استغفر الله استغفر الله همین خلاص همین قول است فبدأ بالعلم قبل القول يعني واستغفر لذنبك استغفر الله استغفر أين والعمل كجوت عمل طلب مغفرت برای گناهات یعنی استغفر الله گفتم این قول است که پیش از این علم فعلم انه لا اله الا لیکن در کجا است عمل در کجا است در همین آیات استدلال کرد شیخ امام بخاری میگه فبدأ بالعلم قبل القول میگفت تمام معلوم است میگفتیم علم لا اله الا الله قول استغفر الله لیکن عمل در کجا فبدأ بالعلم قبل القول والعمل عمل جواب میدونید چی است جواب این است که استغفار با زبان می شود و با عمل با فعل با زبان استغفر الله استغفر الله این چی است با زبان استغفار با قول با عمل چی با عمل وقتی که عملهای صالح انجام میدیم همین عملهای صالح کفاره میشه برای گناه ها یعنی استغفار قولی میشه و فعلی قولی با زبان استغفر الله فعلی عملهای صالح که کردیم همین عملهای صالح ما میگه که لسان حال میشه و لسان مقال لسان مقال استغفر الله لسان حال ما میگه که الله مرا مغفرت کن روزه میگیم الله مرا مغفرت کن نماز میخونیم الله مرا مغفرت کن دیگه طاعت عبادت میکنیم سبحان الله میگیم یعنی معنی چه ما را مغفرت کن یعنی استغفار دنا میشه برای همین شیخ گفت فبدأ بالعلم قبل القول والعمل پیش از قول و عمل همین استغفار هم قول در بر میگیره و هم در عمل استغفر لذنبك فهمیدین همین چیزا را با دقت چیز کنید برادر با دقت برادر خانم گرامی طالب علم برای طالب علم فایده را ذکر میکنم برای اینکه لازم است چیزا دونستن